سلام، من امیررضا جمالی هستم و اینجا چنل اوورده. ما داخل این چنل راجع به هر چیزی صحبت میکنیم، علمی، تکنولوژی، صنعت، هر چیز. این ویدیو راجع به 5 تا تکنولوژیه که توی این دنیا وجود داره. شاید خیلیامون نشناسیمشون، نه در حد مثلا هوش مصنوعی و اینایی که خیلی شنیدین و خیلی هم استفاده ازشون دیگه راحت شده، داخل حتی با یه گوشی میشه ازشون استفاده کرد. داخل این ویدیو راجع به تکنولوژی کمتر شنیده شده میخوایم صحبت کنیم. بریم که داشته باشیم. اولین تکنولوژی که ما میخوایم راجع بهش صحبت کنیم تراشه‌های مغزی هستند. احتمالاً اینو چند شنیده باشین که تراشه‌های مغزی ایلان ماسک و اینا که داخل مغز میذارن و میتونی باش مغز رو کنترل کنی، احتمالاً زیاد چند شنیده باشین. این تراشه‌ها جوری کار میکنن که 3 بخش اصلی دارن. اول از همه یک دونه حسگر که حرکات نورون ها رو داخل مغز میبینه و تشخیص میده و میفرسته، یه سیگنالی ارسال میکنه. حالا هر سیگنالی، اگه داخل ماینکرافت بازی کرده باشین، یه بلاکی بود به نام ابزرور که دقیقا همچین کاری میکرد. هر اتفاقی که جلوش بیفته رو یه سیگنال میده. این هم توی همون سبکاست. بخش بعدیش پردازنده است. اون اطلاعاتی که گرفته رو پردازش میکنه. حالا مثلا اون حرکت نورون میفهمه که منظور این حرکت چی بود، منظور مغز چی بود از این حرکت. بخش بعدی فرستنده است. فرستنده اطلاعات رو از اون پردازنده میگیره و به کامپیوتر یا هر سیستمی که ما قراره باهاش مغز رو کنترل کنیم میفرسته. این تکنولوژی خیلی جای پیشرفت داره و هنوز تست نشده، یعنی مطمئن نیستیم. ایلان ماسک روش کار میکنه و احتمال داره تا 20 سال دیگه بتونیم از این تکنولوژی استفاده کنیم، ولی در اختیار عموم بودن این تکنولوژی و اینا هنوز نمیدونیم که همه میتونن ازش استفاده کنن یا نه. یکی از مشکلاتی که مشکلات هایی که این تراشه ها دارن اینه که امکان داره بدن اینو پس بزنه، به عنوان یک جرم خارجی پس بزنتش و نشه ازش استفاده کرد و هزینه بالاش و اینکه امنیتش میتونه پایین بیاد. شاید بتونه مغزمون رو هک کنن، شاید بهش مغز رو هک کرد، امنیت میاد پایین اینجوری. حالا بستگی داره که ببینیم چه جوری پیش میره. شاید با این تکنولوژی دیگه چیزی به نام امتحان یا اینا وجود نداشته باشه، چون میتونیم از راحت از ورقه‌ای که میخوایم باش تعامل کنیم عکس بگیریم و داخل مغزمون نگه داریم. یا مثلا یه نفر که معلوله میتونه مستقیم با مغزش به ویلچر وصل شه، دیگه با دسته ویلچر رو کنترل نکنه، با مغز بره جلو و بیاد عقب هر کاری کنه. تکنولوژی بعدی تکنولوژی نانو ربات هاست. احتمالاً نانو رو شنیده باشین، چند جا که فلان شرکت داره رو نانو کار میکنه یا سلول‌های بنیادی و اینا. نانو یه مقیاسه، مثل میلیمتر یا سانتیمتر، ولی خیلی ریزه. یعنی در حدی که یه عرض یک تار مو 1000 نانومتره عرض یک تار مو، خیلی ریزه. خب ما اگه بتونیم یه ربات‌هایی تو این مقیاس داخل بدنمون داشته باشیم که داخل بدن کار انجام بدن، چه میدونم برن مثلا سلول‌های سرطانی رو پیدا کنن و بکشنشون، چقدر میتونه به سیستم بدن کمک کنه. یا مثلا پلیس بدن که بره اون بیماری ها رو پیدا کنه. چند تا مشکل که این تکنولوژی داره اینه که تامین انرژی داخل بدنه، یعنی انرژی اون ربات باید تامین بشه، واقعا سخته با یه همچین مقیاسی انرژی تامین کنیم. یا اینکه اگه این ربات رو بسازیم امکان داره که ربات‌های مخرب تولید بشه، یعنی مثلا یه نفر یه ربات مخرب رو داخل بدن یه نفر جایگذاری کنه. این یکی از مشکلات این ربات است. حالا این ربات ها امکان داره تا 20 سال آینده یا 30 سال آینده در اختیار ما قرار بگیرن و تکنولوژی که اگه بیاد امکان داره کلی از بیماری ها و سرطان کلا ریشه کم بشن. تکنولوژی بعدیمون بهش میگن فیوژن هسته‌ای. اگه دقت کرده باشین داخل اینستا یه سری کلیپ دیدین که میگن که چرا وقتی داخل فضا اکسیژنی وجود نداره خورشید داره میسوزه. چون خورشید نمیسوزه، خورشید فیوژن هسته‌ای انجام میده که با برخورد 2 تا هیدروژن انرژی آزاد میکنه و گرما آزاد میکنه. این سوختن این داخل زمین نیست، این بهش میگن فیوژن هسته‌ای. این انرژی زیادی که تولید میکنه ما میتونیم ازش برق تولید کنیم و انرژی تولید کنیم. اگه بتونیم داخل زمین یه همچین چیزی بیاریم که با زدن 2 تا هیدروژن به هم
یک انرژی تولید کنیم میتونیم برق بی‌نهایت و انرژی بی‌نهایت داشته باشیم. داخل ایتالیا بود فکر کنم یه سامانه یه راکتوری داره روی این قضیه کار میکنه که تا چند سال آینده ما بتونیم برق بی‌نهایت داشته باشیم فیوژن هستی. یکی از مشکلاتی که این داره باید یه جای واسه خنک‌سازیش باشه، چون پلاسمایی که ازش تولید میشه خیلی گرمه و جایی که این اتفاق قراره بیفته باید خیلی خنک‌سازی خیلی خوبی داشته باشه. یه مشکل دیگه این داره که چون ما هنوز به تکنولوژی نرسیدیم که بتونیم این کار انجام بدیم، انرژی که تولید میکنن، انرژی که برای این کار استفاده میشه خیلی بیشتر، کمتره. یعنی مثلا تقریبا کمتر از اون چیزی که میگیره انرژی میده. ما اگه بتونیم به تکنولوژی برسیم که با انرژی کمتری که بهش میدیم این اتفاق بیفته، میتونیم برق بی‌نهایت داشته باشیم با این کار. چون داخل دریاها هیدروژن زیاده، ما یه منبع بسیار زیادی هیدروژن داخل دریاها داریم و یه جای تمام نشدنی اگه به این تکنولوژی برسیم. تکنولوژی چهارم ما متامواد هست. متامواد موادی در مقیاس نانوه که میتونه نور و صوت و امواج الکتریسیته رو بازتابش رو تغییر بده. یعنی مثلا مثل آینه که بازتاب میکنه نور، این میتونه کنترلش کنه یا ما میتونیم کنترلش کنیم. با این تکنولوژی ما میتونیم شنل های نامرئی شدن یا همچین چیزایی بسازیم، یا پنل های آکوستیکی که صدا بر نگرده ازش و صدا رو بازتاب نده. مشکلایی که این متامواد داره، یکی هزینه خیلی بالاشه، یکی هم پایدار نبودن تو دماهای مختلفه. تکنولوژی بعدی ما اینترنت کوانتومیه. اینترنت کوانتومی اینترنتیه که نه هک میشه، سرعتش هم باور نکردنی، یعنی سریع ترین اینترنت دنیا که با در هم تنیدگی کوانتومی کار میکنه. یعنی اگه دوتا ذره در هم تنیده باشن باعث میشه اطلاعات در یک زمان هر دو جا باشه، که در هم تنیدگی کوانتومی خیلی بحث بزرگیه که تو این ویدیو جا نمیشه، میتونین برین داخل یوتیوب هستش، یا اگه میخوایم بگیم من براتون یه ویدیو راجبش میسازم. اینترنت کوانتومی به خاطر اینکه نمیشه هک شه، یکی از بهترین اینترنت ها برای دولت ها و شرکت هایی که نمیخوان اطلاعاتشون هک شه. پیشرفت این تکنولوژی اینجوریه که چین یک بار داخل سال 2016 یه ماهواره فرستاد داخل فضا برای این کار که نتیجه هم گرفت. فکر میکنم احتمال داره تا 20 سال دیگه دولت ها بتونن ازش استفاده کنن، چون هم هزینه زیادی داره، هم جای زیادی میخواد، یعنی جای سردی میخواد برای اینکه پایدار بتونه عمل کنه. یعنی اگه جایی باشه که دماش زیاد بشه اصلا اینترنت پایداری نمیشه. خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودین. این بود 5 تکنولوژی که قرار بود راجبش حرف بزنیم. اگه چیزی هست که دوست دارین راجبش ویدیو بسازم یا از همین چیزا سوالی دارین داخل کامنت ها بهم بگین. و این اولین ویدیو کانال منه، لطفا حمایت کنین، لایک کنین، شیر کنین و به خصوص سابسکرایب کنین که خیلی بهم کمک میکنه. اگه میشه این ویدیو رو شیر کنین دیگه. خیلی ممنون که تا اینجا با همراه بودین. خدا نگهدار.